مهمان ارجمندی به جمعمون اضافه شدن جناب آقای دکتر طاها، متخصص کاشت مو هستن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید خدمت شما و بینندگان عزیز محترم. سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. مطمئنم که بیننده های عزیزی هستن در کنار ما، بیننده های خوب برنامه کشت زندگی، به ویژه آقایون که احتمالاً مواجه هستن به هر حال با مشکل ریزش مو و حالا اینکه کمبود موی سرشون و در صدد هستن چیکار کنیم، عمل جراحی انجام بدیم، کاشت مو انجام بدیم یا نه راههای دیگه، و میخوایم ازشون راهنمایی بگیریم. در ابتدا لطفا خودتون رو معرفی کنید. خدمت شما عرض کنم من دکتر طاها هستم، متخصص کاشت مو. بله. ما حدود از سال 93 شروع به کار کردیم برای جزیره. بله. از دیداری که کردم از بیمارستان کیش. بله. و نظر یعنی نزدیک 2 ساله. تقریبا نزدیک 3 سال شده. نزدیک 3 ساله. 3 سال شده. و ما شروع ما با نظر اینکه توریسم درمانی انجام بدیم. درسته. یعنی گردشگری سلامت بیشتر بوده. بله. و با توجه به نظرهای مدیران ارشدی جزیره، بله. از قبیل دکتر مونسیان. بله. و فراهم کردن امکانات درسته. در بیمارستان که از وقت حضور دکتر خلخالی در این بیمارستان انجام شده. بله. اضافه بر این پتانسیل های خودی جزیره کیش که داره، از قبیل جاذبه های گردشگری. بله. از قبیل اینکه مسافرین خارجی میتونن بدون اینکه روادید بگیرن، بدون اینکه ویزا بگیرن، میتونن وارد جزیره بشن. این خیلی پتانسیل خوبی بود برای ما که دفعه ما راغب کرده در این زمینه فعالیت داشته باشیم. درسته. و شروع کردیم برای جذب بیماران. بیمار به عنوان بیمار و گردشگری همزمان بودن. بله. یعنی مریض میاد یه خدمات پزشکی دریافت میکنه و در همون موقع از زیبایی کیش لذت میبرن. درسته. ما تقریبا تا الان حدود 150 نفر بیمار خارجی داشتیم تو برای جزیره، صرفا برای کاشت مو بودن. درسته. که از ابتدا از کشورهای حوزه خلیج فارس بودن. بله. عربستان سعودی، قطر، عمان، کویت. بله. و که الان و قطعا راضی بودن دیگه از خوشبختانه الحمدلله تا الان بله بسیار راضی بودم و هیچ مشکلی نداشتم و فکر میکنم این کار خیلی سهم مهمی در توسعه گردشگری سلامت در جزیره کیش بود. بسیار عالی. خب مطمئنم که در بین ساکنان جزیره هم هستن افرادی که به هر حال با کار شما و با خود شما آشنا هستن و در صدد هستن که این کار رو انجام بدن. بله. توصیه‌تون چیه و چطور استقبال کردن؟ ما از امسال خوشبختانه از امسال سال 95 با حمایت مدیران بیمارستان به ما اجرای عمل کاشت مو برای کشاورزان عزیز دیگه اجرایی شده. برای ما یعنی ما کشاورزان عزیز به جای اینکه برن سرزمین اصلی داخل ایران و هزینه سفر اونان برداشت کنن، همونجا با این خدمات که بیمارستان کیش داره میتونن همونجا این کار رو انجام بدن. بله. و این کار به نفع همه مریض های ما، همه مریض به جای اینکه بره مثلا داخل کشور همونجا این کار رو و با خیال راحت. بله با خیال راحت دیگه. عملی ما عملی به این صورت هست که نیاز به بستری نداره، یعنی صبح میای شب برمیگردی تو خونتون میخوابی، هیچ مشکلی نداره. خب تو اونجا که من اطلاعات کسب کردم و حالا شنیدم از این ورون و فکر می‌کنم تکنیک های مختلفی داره کاشت مو، درسته؟ یه ذره برامون توضیح میدین درباره؟ ببین خانم، تکنیکای ما دو تا تکنیک اصلی برای کاشت مو داریم. تکنیکی که ما استفاده میکنیم در جزیره یکی از بهترین و متدترین تکنیکه که به نام FUE یا FIT Follicular Unit Extraction. بله این به این صورت است ما میاییم موهای سر از پشت سر، موهایی که بنک هر ما بهش میگیم یا بنک مو. بله. این موها میاییم برمیداریم به صورت دونه دونه یا تک تک برمیداریم و به جایی که نیاز هست منتقل میکنیم. بله. این موها حالا این روش ما ببخشید مثلا مزایای این روش ما این که این روش نیاز نداره به جراحی، اصلا جراحی نداره. خونریزی نداره، بخیه نداره، درد نداره، دوره نقاهتش خیلی کوتاهه. بله. و عملی خیلی ساده و راحتیه. بیمار در طول عمل هوشیار بیدار است. بله. هیچ مشکلی نداره، به حس موضوعی فقط استفاده میکنیم. درسته. و به خاطر همین ما ترجیح میدیم این روش ما، چون اصلا جای زخم یا اسکار نمیمونه پشت سر. به خاطر همین ما این روش یکی از یعنی جدیدترین روش های دنیا
حساب میشه. بسیار عالی. خب افراد مختلفی احتمالاً به شما مراجعه میکنن که با این بیماری و با این مشکل روبرو هستن و ممکنه که حالا موهای پس سرشون یا پشت سرشون یا بانک هری که شما فرمودید خیلی غنی نباشه، یعنی حالا به هر حال این دیگه متاسفانه اگه واقعا بانک مویشون خیلی ضعیف باشه این ما پیشنهاد نمی‌کنیم، لذا به خاطر همین مشاوره قبل از عمل ما خیلی مهم. درسته. مشاوره قبل از عمل کاشت مو بشه جراح متخصص این خیلی مهمه که ببینیم مثلا این کیس با چی را بشه، آیا کاشت مو براشون مناسب نیست. درسته. این خیلی مهمه. بله بسیار عالی. خب اگر موافق باشین توضیحات رو تا اینجا نگه داریم. میدونم البته بیننده‌های عزیزمون بسیار مشتاق هستن که بریم سراغ بحث‌های بعدی و ببینیم که کار به کجا میرسه، ولی یه بخشی داریم که بی ارتباط با گفتگومون هم نیست. اگه موافق باشین این بخش رو ببینیم. سپاس از همراهی شما. دعوت می‌کنم این بخش رو ببینید. تابش شدید نور خورشید باعث صدمه به موها میشه. نمک و آلودگی‌های آب دریا و کلور موجود تو آب اصلاح موها رو شکننده و کدر می‌کنه. بنابراین استفاده از کلاه شنا ضروریه. بهتره بدونیم که محصولات ضد آفتاب برای مو هم وجود داره که موها رو در برابر اشعه فرابنفش خورشید تقویت می‌کنه. همه دچار ریزش مو میشن. این اتفاق معمولا موقع دوش گرفتن، سشوار کشیدن یا شونه کردن موها رخ میده و ریختن 50 تا 100 تار مو در روز طبیعیه. اما اگر بیشتر از 100 تار مو در روز از دست میدید، میتونید با اصلاح رژیم غذاییتون به تقویت ریشه‌های مو کمک کنید. البته رشد مو هم با توجه به سن و سال شما کاهش پیدا میکنه که میتونید با استفاده از آلوورا یا روغن زیتون دست کم ریزششون رو کمتر کنید. اما ریزش موی زیاد و بی‌دلیل میتونه واقعا ترسناک و نگران کننده باشه. اگه اینطوره، برای جلوگیری از ریزش بیش از حد موهاتون به متخصص مراجعه کنید. خب امیدواریم که دیدن این بخش هم برای شما جذاب بوده باشه. اما از اونجایی که کلی حرف دادیم با جناب آقای دکتر طاها، سریع بریم سراغ ادامه مبحثمون. خب دوستان عزیزی که میخوان مشاوره بگیرن اینکه آیا توان پذیرش موی جدید رو داره سرشون و حالا سوالای از این قبیل، باید چیکار کنن، کجا برن؟ خوشبختانه با حمایت مدیران بیمارستان دیگه برای کشوندان عزیز ویزیت و مشاوره جهت انجام کاشت مو به صورت رایگان در بیمارستان کیش انجام میشه و کشوندان عزیز میتونه مثلا با تعیین نوبت و تعیین زمان نوبت میتونم مراجعه کنم و در خدمتشون باشم. بله که مشاوره بهشون. بسیاره. خب شما فرمودین که تقریبا یه عمل سرپایی به حساب میاد. بله و صبحی عمل میشه، شب برمیگردی. طول مدت عمل چقدره؟ عملی ما تقریبا بین 8 الی 12 ساعت طول میکشه، بستگی داره به تعداد گرافت، تعداد ریشه‌های مو که برداشتیم و منتقل کردیم و بستگی داره به وسعت ریزش مو که هر بیماری داره. پس بین 8 الی 12 ساعت. خب دوره نقاهتش به چه صورته و چه مدته؟ خوبی کاری ما، خوبی روش ما همون روش FIT، این که دوره نقاهت واقعا میتونیم بگیم که بله نداره و این که مثلا میتونه همین روز که عمل کرده میتونه برگرده خونشون بخوابه، روزی بعد تشریف میارن بیمارستان، پانسمان رو سرشون باز میشه. درد ندارن تو این مدت؟ نه اصلا هیچ دردی نداره، اصلا هیچ دردی نداره. بله. یعنی وقتی بی‌حسی میره هیچ مشکلی نه هیچ درد، ما با یه مسکن‌های معمولی بهشون میتونیم اینو برطرف کنیم. روزی بعد که اومدن پانسمان باز میشه و یه توضیحات خاصی مثلا تکنیک‌های شستشویی سر بهشون توضیح داده میشه و روش‌های نگهداری این عمل بهشون میگیم که مشکل پیدا نکنه ان شاء الله بعد از عمل. خب توصیه باقی مونده یا راهنمایی که فکر کنین الان بیننده های ما، چون میگم هر کسی با هر سن و سالی الان ممکنه بیننده ما باشه و فکر کنه که خب مثلا تو سن و سال من آیا ممکنه که جواب بده این عمل یا نه، کسی که حالا مثلا 25 سالشه با این مشکل مواجهه، کسی که 70 سالشه با این مشکل مواجهه، یه راهنمایی کلی. ببین زمان خاصی برای کاشت مو موجود نیست، یعنی ممکنه که یه نفر 70 سالش باشه و جواب نه بده. حالا بله میتونم، بله 70 80 بله از نظر امکانش هست، ولی بهترین زمان برای کاشت مو بین 25 سالگی الی 50 سالگی باشه. این بهترین تایمه که جواب قشنگ بگیریم که موهای بدن قوی باشه که واقعا حین جابجایی
بتونن بمونن و رشدشون به صورت احسن ادامه بده. و مثلا کسی که حالا تو هر سن و سالی این کار انجام داده بعد از 10 سال، بعد از 15 سال، 20 سال تغییری حاصل میشه روی موهاش، یعنی مثلا ریزش جدید. ما همیشه به مراجعین ما میگیم اصلا گارانتی میکنیم تا 80 سالگیش اصلا موهایی که برداشته میشه از جایی برداشته میشه که این ریزش نداره. یعنی ما از جایی برداشته میشه که گیرنده هورمون های مردونه، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشیم، ولی این برداشت ما از جایی که اصلا ریزش نداره. یعنی میتونه خیالشون راحت باشه با خیال راحت میتونن با مودار بسیار. سپاسگزارم از حضور شما. توصیه صحبتی که باقی نمونده. من در گذشته من چیزی که میدونم راجع به جزیره، مردم عزیز جزیره اگه می‌خواستن خدمات بگیرن، خدمات پزشکی، مجبور بودن برن مثلا به سرزمین اصلی. الان با فراهم کردن بهترین تجهیزات دنیا، یعنی میتونم بگم بهترین تجهیزات دنیا تو بیمارستان کیش، این مسئله دیگه برطرف شده و میتونه همینجا این عمل زیبایی و کشت مو از این مسئله دیگه مثل همون، یعنی دیگه میتونن همونجا دیگه تو جزیره این کار رو انجام بدن و شبش برگرده خونه. بله، هیچ مشکلی نداشته. از نظر هزینه براشون بی صرفه تره. حالا در مورد هزینه ایاب‌زوها فرمودین و این نکته به نظرم رسید که خب خیلی‌ها ممکنه مشکل هزینه داشته باشن، فقط یعنی فکر کنن که حالا هزینه هنگفتی احتمالاً براشون داره کاشت مو. حدوداً برامون میگین که ممکنه از چه مقدار تا چه مقدار هزینه بشه، حالا با روش‌های مختلفی که میگن کاشت مو داره؟ ما نمیتونیم این هزینه، باید تشریف بیارم مثلا مقدار ریزششون ببینیم، ولی عددی نمیتونم بگم. باید تشریف بیارم، با ویزیت و مشاوره میتونم بهشون. احیانا عوارضی این عمل داره یا نه؟ عمل ما هیچ عارضی بعد اصلا نداره، حتی اسکار، حتی جای دلمه برای خون اصلا نداره. یعنی ایشون یک هفته بعد از عمل به صورت کامل برمیگردن به روزهای معمولیشون، هیچ مشکلی نداره. بسیار عالی. و این مو رشد میکنه به صورت دائمی. ببین موهایی که کاشته میشه ماه اول میریزن، 4 ماه بعد شروع میکنن به رشد دائمیشون. درسته. بعد تا 6 ماه 7 ماه ما نتیجه نهایی میتونیم ببینیم و این مو که کاشته شده دیگه میمونه و رشد میکنه، میتونه بره کوتاهش کنه، هر کاری. ازتون خیلی متشکرم جناب دکتر طاها، دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی مختصر مفید در مورد این موضوع که واقعا برای بعضیا معضل شده. واقعا ممکنه که خیلی‌ها ناچار باشن، ندونن واقعا چاره چیه، بعد چیکار کنن و دلشون هم میخواد که به هر حال موهاشون یه جورایی برگرده. و به هر حال راهنماییشون کردین. سپاسگزارم از شما. ان شاء الله که موفق باشین. از شما متشکرم. خواهش می‌کنم. باهاتون خداحافظی می‌کنم.